مرکز یخشناسی که سال جاری با قرار جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده تأسیس داده شد و عین حال فعالیت کرده ایستاده است. در رفت در یک قطار کارهای اکسپیدیشنی را گذرانده شده بودند که پیریخ‌ها در حالت آبشوی قرار دارند. تشکر. وقتی که پیریخ‌ها در حالت آبشوی قرار دارند، این پژوهش تازه شما است و پیامد اون چی است؟ چی پیامد دارد؟ بله، چون شما درست قید کردید، پیریخ‌ها نه تنها تامین کننده آب می باشند بلکه تنظیم کننده نمی به حساب می روند. در حالت آب شدن پیریخ‌ها اینچنین پس رفتن نمی به حساب به نظر می رسد که این می تواند به خواجگی خلق تاثیر خود را رساند. یعنی تاثیر مثبت یا منفی؟ البته تاثیر منفی. پیریخ‌ها در یک شکل جایگیر می باشند که این یکی از پیریخ‌های حرکت کننده، یک شکل این پیریخ‌های حرکت کننده می باشد. ولی ما قید کرده بودیم یکی از پیریخ‌های حرکت کننده این پیریخ خرسان می باشد که در بالا آبی دریای ونج در ناحیه ونج جایگیر می باشد که این پیریخ خرسان طول سالهای 1963 1973 1989 و سال 2001 و پیریخی که آخران حرکت کرده بود این 2011 به نظر رسید که در نتیجه پیریخ حرکت کرده دریای عبدالقهار را در سال 1963 مجرای دریای عبدالقهار را بسته بود که موافق تحلیل متخصصان تگ 21 میلیون کیلومتر آب را جمع آوردند. در اونجا کلی سونی تحصیل دادند. بله، در مؤسسه دو اخبارات ملی آیدی تغییریابی اقلیم گزارنده شد. در اونجا تحلیل کرده و در آمده بودن این در سمت آموزشی پیریخ‌ها این گزارش ها آماده کرده شده بود. مطابق معلومات ها پیریخ‌ها در حقیقت در حالت آبشوی قرار دارند. پیریخ‌های حجما کلان با صورت پست آب میشن و این چنین پیریخ‌های خرد با صورت بلند آبشویشان به نظر میرسند. تشکر. و پیامدی همین چی است؟ در حالت کم آبشوی پیریخ‌ها یعنی کم شدن پیریخ‌ها در حقیقت شما میدونید که با کم شدن آب دریاها یا صرفه در آب دریاها آورده میرساند که عین حال خواجگی خلق محتاج به آب هستند.